هنگام تأسیس یابی جمهوری خودمختار تاجیکستان دایره های ملتگرا کوشش های زیادی به خرج دادند که اصالت فرهنگی و هستی تاریخی ملت تاجیک را انکار نمایند. در چنین دوران حساس و تقدیرساز یک گروه زیایان وطن پرست با رهبری استاد عینی، لاهوتی، شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم و عبدالقادر محیدینوف در صحنه پیکار مقدس ملی مبارزه های جسورانه بردند. ملت تاجیکی در طول عصرها از آموزش تاریخ و فرهنگی باستانی خویش در کنار مانده بود. بعد استقلالیت با آموزش دوره های دولتداری قدیم و نوش نیاز بیشتر پیدا کرد. زیرا بررسی و تحقیق سرنوشت عبرت آموز نیاگان و دانستن تاریخ میهن بگذار تلخ و پرفاجعه هم باشد، اینچنین سبق گرفتن از اشتباهات گذشته ملت ما را بیدار و آگاه، زیرک و وطن دوست و پخته و دوراندیش می سازد.